تصویرم دیگه وایت که نیست، یک آره ایکس یک. اوکی. تمرین بعدی آموزش بشقابی، لیفت بشقابی در اصل. تو این تمرین پوزیشن منفی بودن به شدت مهم هستش و انتقال وزن رو پای راست باید باشه. پای آزاد من پشت بردم آماده است. وقتی بشقابی رو میگیریم باید بذارید کشیده بشه و سریع بذارید لای پاتون و وقتی که کاپ کشیده شده بود پاتون رو کامل بذارید روی برد. نکته مهم این قسمت این هستش که قرار شما رو بکشه، نباید هیچ وزنی روی بشقابی بندازید. یعنی کاملا وزنتون رو پاهای راستتون یا چپتون اگه بسته بودید و بشقابی بذارید بکشه و هر چقدر شما رو کشید شما با برد مسیر بدید که سعی کنید زیر کاب بمونید. بریم شروع کنیم. یه استاپ لطفا. تو مسیر بشقابی قرار میگیری قسمتی که باید وایسه، کف برد زمین، بشقابی رو میگیریم بین پامون قرار میدیم میذاریم کشیده بشه. همین که کشیده شد منفی بودن مهمترین قسمتش هستش و کل وزن من رو پای بسته شده هستش و سعی میکنم نوک برد رو تو مسیر بشقابی یعنی زیر کاب نگه دارم و اگر من روم به چرخه به سمت راست هدایت میشم و بعد سعی کنم نوک برد رو برگردونم و کمی شبیه جیترن پنجه بزنم تا بیاد زیر کاب و اگر همینطور زیادی به این ور بچرخم سمت این ور بشقابی ها من باید تماما سعی کنم مسیر رو نگاه کنم. نکته که خیلی مهمتره، همه به ستونا میرسن نگران میشن. شما قسمتی که میخواهید برید و نگاه کنید، نه قسمتی که نمیخواید. ستون رو نباید نگاه کنید، مسیری که میخواید رد چید رو نگاه کنید و به راحتی هر بشقابی رو میتونید یاد بگیرید. بشقابی توچال، بشقابی مبتدی هست، اینها رو یاد بگیرید. بشقابی سختری هم میتونید یاد بگیرید. بشقابی سخت‌تر از برای استوبورد ها سخت‌تر از آلپانیا هستن چون ما به بغل میریم. مرسی.